سارا اورارد دختر 33 ساله اهل یورک انگلیس بوده. تا همین چند سال پیش، یعنی تو سال 2021 در جنوب لندن زندگی میکرده. رابطه خیلی خوبی با مادر و خواهرش داشته. بعد از اینکه فارغ التحصیل میشه به عنوان مدیر بازرگانی توی یه شرکتی مشغول به کار میشه. سارا رو توی سال 2021 تو تاریخ دقیق بخوام بهتون بگم 3 مارچ 2021 در حالی که یه لبه بارونی سبز رنگ، یه شلوار سفید مشکی و با یه کتونی سبز و نارنجی که تنش بوده دیده میشه و بعد از اون ناپدید میشه. من سهرا هستم، به چنل من رد پای ماجرا خیلی خوش اومدین. امروز قراره در مورد پرونده سارا اورارد با هم دیگه صحبت بکنیم. سارا عاشق زندگی بوده. رابطه خیلی صمیمانه و بدون هیچ گونه دغدغه‌ای هم با دوست پسرش داشت و اینا همه نشون دهنده این هستش که هیچ گونه ایده و تئوری بابت اینکه سارا فرار کرده باشه موجود نیست. توی اون تاریخ 3 مارچ سال 2021 آخرین باری که گفتیم دیده شده سارا داشته از خونه دوستش که تو جنوب لندن بوده می‌خواسته برگرده به سمت خونه خودش. هولوش 50 دقیقه مسافت خونه‌شون بوده ولی خب می‌خواسته پیاده برگرده. از اونجایی که سال 2021 دقیقاً اوج کرونا بوده و یه سری پروتکل‌ها بابت کووید 19 تو همه کشورها هم بوده که توی کشور انگلیس هم مستثنا نبوده، رفت و آمد و یه سری پروتکل‌ها بوده اینکه مثلا از یه تایمی نباید از مثلا امور غیر ضروریشون از خونه خارج بشن و همه اینها رو باید رعایت می‌کرده. دقیقاً تایمی هم که از خونه دوستش میزنه بیرون ممنوع بوده حضور غیر ضروریشون توی خیابون. توی همون 3 مارچ ساعت 9:30 شب دوربین هایی که چک شده آخرین بار سارا رو توی دوربین رصد کردن که دیدنش مثلا داشته پیاده میرفته به سمت خونه. خانواده و دوست پسرش هی پیاپی هم هی بهش زنگ میزدن، پیام میفرستادن ولی خب اصلا پاسخگو نبوده سارا و به خاطر اینکه سارا یه دختر خیلی منطقی بوده، اصلا هیچ مشکلی هم توی روابطش مشاهده نشده، براشون مثلا زیاد سوال نبوده که چرا سارا جواب نمیده. گفتن حتما یه دلیل منطقی داره بابت جواب ندادن تماس ها. اما در نهایت تو تاریخ 6 مارچ یعنی 3 روز بعد از ناپدید شدن سارا دیگه واقعا پی میبرن که نه دیگه جدی گم شده یا اصلا ناپدید شده نیستش سارا. چرا؟ چون نه خونش رفته بوده نه سر کار رفته بوده، همونطور که میگفتیم گوشیشو جواب نمیداده، یعنی کاملا غیب شده بوده. پلیس متروپولیتن لندن عملا دیگه برای سارا میاد پرونده مفقودی تشکیل میده. تمامی ویدیوها و تصاویری که از دوربین‌های مداربسته از سارا داشتن و تو همه سوشال مدیاها همه جا هر جایی که فکرشو بکنین پخش میکنه. از همه میخواد که هر کسی این خانومو دیده سر نخی داره میتونه کمک به روند تحقیقات بکنه به پلیس اطلاع بده. هیچ گونه مدرک دیگه خاصی هم پلیس پیدا نکرده بوده جز دوربینا، تا اینکه آخر یکی از ویدیوهایی که به دست پلیس رسیده بوده سارا سوار یه ماشین کرایه‌ای میشه. با استفاده از پلاک ماشین متوجه میشن که این ماشین از کنت انگلیس اجاره شده بوده و به لندن اومده. بعد از اینکه پیگیری میکنن که اصلا کی ماشین رو اجاره کرده بوده، مشخصات کسی که ماشین رو کرایه کرده بوده هم تقلبی بوده و مشخص نبوده که اون آدم اصلی کی بوده. اما بعد از اینکه دوربین‌ها رو چک میکنن میبینن که این ماشین دست یه فردی بوده که از پلیس‌های خود اون شهر متروپولیتن لندن بوده به نام، اسمشو دقیق بگم، ون کوزنز. یه مرد 48 ساله بوده که از قضا همونطور که گفتم پلیس متروپولیتن بوده. بعد از اینکه متوجه میشن کسی که کرایه کرده بوده خودش پلیس بوده، عملا مامورا شل میکنن تحقیقاتشون رو، چون تو شرایطی که داشتن پرونده رو بررسی میکردن خب خیلی دور از ذهن بوده. اگر یه آدم عادی بود، مثلا مشخصات یه آدم عادی رو پیدا کرده بودن، خب خیلی سریع میرفتن سر وقتش رو متهمش میکردن، بازداشتش میکردن و اون روند رو اجرایی میکردن. اما زمانی که متوجه میشن اون پلیس بوده، میگن خب
هیچ وقت از طرف یه پلیس همچین جنایتی بر نمیاد. حالا میخوایم بریم سراغ این آقای وین کوزنز که اصلا ببینیم کی هست و چی هست. وین کوزنز توی تاریخ 1973 توی کنت انگلیس به دنیا میاد. اطلاعات خاصی در مورد خانواده و خواهر برادراش ما نداریم، ولی تا جایی که میدونیم تا زمانی که میخواسته فارغ التحصیل دبیرستان بشه با پدر مادرش زندگی میکرده. یه زندگی نرمال داشته، هیچ گونه مشکلی با خانواده نداشته، پسر آرومی بوده، نمراتش عالی بوده توی مدرسه و دبیرستان که داشته تحصیل میکرده، پسر باهوشی بوده. اما بعد از اینکه فارغ التحصیل میشه توی دبیرستان دیگه ادامه تحصیل نمیره، میره دوره‌های مال ارتش و نظام و اینها رو میبینه که بخواد وارد سیستم پلیس بشه. وین به همراه همسرش الینا و 2 تا فرزندی که داشته با هم یه زندگی خیلی نرمال و عادی و عاشقانه داشتن و به واسطه همون کاری که توی اداره پلیس داشته اموراتش رو میگذرونده و زندگی خیلی خوبی داشته. از نظر ظاهری هم یه مرد قد متوسط 173 سانت بوده با وزن 67 کیلو. انگلیسی هم که اصولا قیافه‌شون مشخصه، سفیدن و چشم روشن و آبی، بعد کچل بوده تا جایی که ما تو نباید نگاه میکردم کچل هم بوده، تاس بوده. میرسیم به شبی که اتفاق میفته. 3-4 روز قبل از 3 مارچ یعنی 28 فوریه سال 2021 وین کوزنز از طریق حالا آنلاین یه ماشینی رو از کنت انگلیس رنت میکنه، اجاره میکنه با همون مشخصات فیک. 3 مارچ یعنی 4 روز بعد از اینکه اون ماشین رو اجاره کرده، 7 شب یعنی بعد از 12 ساعت شیفت کاری که داشته از جنوب لندن میره کنت انگلیس، اون یکی شهر، ماشین رو برمیداره، دوباره برمیگرده لندن. کوزنز بلوهوش ساعت 9 شب توی دوربین ها مشاهده شده که سوار ماشین هستش و از خیابون داره رد میشه. توی اون فاصله چشش سارا رو میگیره، یعنی وقتی داره رد میشه سارا رو میبینه. همونطور که بهتون گفتم و اشاره شد، گفتیم که تو زمان قرنطینه کووید بوده، برای همین خیلی راحت بوده که بتونه به کسی اخطاری بده، اخطار ایستی بده یا بخواد کسی رو بخواد اذیت بکنه، چیز خیلی معمولی بوده برای کوزنز. یه فلش بک هم که دوباره بخوام بزنم، همونطور که گفتم ساعت 9 شبم سارا از خونه دوستش که زن بیرون پلوش 50 دقیقه پیاده روی داشته تا خونه خودش. شواهد و اطلاعاتی هم که توی اون فاصله تایمی ما داریم این هستش که سارا 15 دقیقه با دوست پسرش صحبت میکرده تا اینکه ساعت 9:28 کوزنز سارا رو میبینه، ماشین رو کنار پارک میکنه، پیاده میشه و میره سراغ سارا. نشون پلیسش رو نشون میده به سارا. خب بهونه‌ش هم همون قرنطینه دوران کووید 19 هستش. سارا هم بعد از اینکه نشون رو میبینه و خب قاعدتا یه فرد مسلحی هم پلیس بوده مقابلش میبینه، مقاومتی نمیکنه و عملا فکر میکنه که قرار بازداشت بشه به خاطر اینکه قوانین رو نقض کرده. کوزنز بعد از اینکه سارا رو سوار میکنه به سمت کنت دوباره حرکت میکنه. وقتی که به کنت میرسن ماشین رو یه جا پارک میکنه و سوار وسیله شخصی خود کوزنز میشن. اینجا دیگه سارا یه خورده شک میکنه، میگه که خب چرا مثلا این ماشین باید عوض بشه و این داستانه. یه خورده میترسه، ولی به خاطر اینکه پلیس بوده کوزنز و همین که مسلح بوده میترسیده بخواد ریاکشن نشون بده و جون خودش رو به خطر بندازه. برای همین مقاومت نمیکنه و میگه خب من بازداشت شدم دیگه، میشینه تو ماشین. از اون برم سارا نمیتونسته عملا کاری بکنه، چون میشه حد زد که به خاطر همون قضیه بازداشتی شاید گوشی موبایلش هم ازش گرفته باشن، دستبند زده باشن. عملا دست و پای سارا برای اینکه بخواد کسی رو خبردار بکنه یا مثلا حتی به یه پلیس دیگه بخواد زنگ بزنه کاملا دست و پاش بسته بوده. وضعیتشون از یه تایم دیگه مشخص نبوده، نه دوربینی بوده که بخواد ضبط بکنه، ولی از یه ساعتی از ساعت 11:53 بخوام دقیق بگم، ساعت‌های بین 11:53 تا 12:57 کوزنز داشته با موبایلش کار میکرده. یه چیزی که خیلی اینجا نیاز هست بگم، کوزنز خیلی اهل فضای مجازی و سوشال مدیا بوده، یعنی هی پست میذاشته، استوری میذاشته، ریاکشن های مختلفی توی فضای مجازی نشون میداده. الان به خاطر اتفاقاتی که افتاده پیجش کلا بسته شده، ولی تو اون تایم فعالیت مجازیش کاملا مشخص بوده و ثبت شده. طبق تحقیقاتی هم که انجام میشه، روی 4 مارچ بین ساعت 12 تا 1 صبح سارا رو مورد تجاوز و خشونت جنسی قرار میده.
بعد از اینکه عملاً تجاوزش تمام میشه، کارش با سارا تموم میشه، انقدر این آدم وحشی بوده ذاتش که با کمربند ماشین سارا رو خفه میکنه و به قتل میرسونه. و از اون بدتر انقدر این آدم براش انگار این قضیه عادی بوده، بعد از این کار میره کافه برای خودش هم نوشیدنی سفارش میده، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. بعد از اینکه اون شب وحشتناک رو میگذرونه کوزنس، توی ساعت 8:30 4 مارس ریلکس ماشین کرایه‌ای رو میره پس میده و برمیگرده به شهر خودشون. و عجیب‌تر این که خیلی استرس داشته، یعنی استراب داشته، حالا اصطلاحا نمیدونم عذاب وجدان گرفته بوده بابت این کاری که کرده بوده. توی محیط کارش همه همکاراش متوجه این استرس و استراب کوزنس شده بودن. در حدی استرس داشته که هر از گاهی هی به همکاراش میگفته ببین اینقدر مثلا حالم بده و یه استرسی دارم که اصلا دلم نمیخواد با خودم دیگه اسلحه هم بکنم، مثلا از انگار مثلا از تمام چیزایی که به عنوان پلیس نشونش، اسلحه، هر چیزی که بهش سپرده شده بوده زده شده بوده، حالش بد بوده. خلاصه حالا من خودم فکر میکنم به خاطر عذاب وجدانی بوده که داشته، ولی بازم میگم مطمئن نیستیم، یا از روی استرسش بوده یا از روی استراب شدیدی که داشته. یه روز بعد از این اتفاق 5 مارس 5 لیتر بنزین برمی‌داره، با جسد سارا که توی یخچال قدیمی نگه داشته بوده میره بیرون از شهر، توی جنگل متروکه جسد رو تیکه تیکه میکنه، آتیشش میزنه. بعد از این یه سری انگار کیسه زباله از حالا یه مغازه گرفته بوده، اجساد تو اون میریزه و حالا جای جای شهر این رو پرت کرده بوده، یه جور قایم کرده بوده، می‌خواسته از شهرشون خلاصه خلاص بشه. این قضیه استرس و استرابی که کوزنس داشته دیگه هر روز داشته بیشتر میشده و چون خودش هم تو اداره پلیس بوده، قشنگ توی روند تحقیقات پلیس بوده و ته دلش میدونسته که دیر یا زود قرار دستگیر بشه. توی تاریخ 8 مارس کوزنس میاد اسلحه و تمام تجهیزاتش رو تحویل میده و هیچ کجا من نتونستم دلیل این کارش رو پیدا بکنم که برای چین کار کرده. حالا من حدسم اینه که به خاطر اون استرسی که داشته و می‌خواسته از اون فضا و محیط دور باشه، می‌خواسته حالا مرخصی با حقوق بگیره یا مرخصی بدون حقوق میگه، ولی در هر صورت هیچ گونه اطلاعاتی نیست که چرا این کار میکنه. بعد از اینکه اینا رو تحویل میده و میره خونه، فردای همون روز مامورا میرن در خونه‌اش به خاطر فیلم‌ها و ویدیوهایی که ازش هست، به خاطر اینکه آخرین نفری بوده که سارا باهاش دیدار داشته، به عنوان تهم مثلا آدم ربایی دستگیرش میکنن و این بار به عنوان پلیس دیگه وارد اداره نمیشه، متهم بوده که دستگیر شده و میخوان ببرنش برای بازجویی بیشتر. ببینید این خیلی فاجعه است، اینکه بیشتر این اتفاقا رو ما خودمون تو فیلم‌ها و سریال‌ها میبینیم. اینکه پلیس فاسد داریم، خیلی هم پلیسای فاسد داریم، اما تو سال 2021 یه خورده دور از ذهنه. مثلا اگر 20 سال پیش بود، 30 سال پیش بود، به خاطر یه سری محدودیت‌هایی که اون زمان‌ها بوده دیگه دور از ذهن نبوده که مثلا بگیم فلان پلیس قاتل بوده. مثلا تو زمان‌های خیلی قدیم که حالا اگر تایمش باشه حتما من یه سری پرونده رو براتون کاور می‌کنم که پلیسایی بودن که به عنوان قاتل سریالی بودن، منتها اون مال زمان‌های خیلی خیلی قدیم بوده و الان توی سال 2021 یه خورده برای همه عجیبه که چرا مثلا یه مأمور پلیس میتونه دست به همچین جنایتی بزنه. خلاصه کوزنس رو دستگیر میکنن به عنوان آدمربا. میان عکس سارا رو بهش نشون میدن و پررو انکار میکنه، میگه مثلا این خانمو نمیشناسم. ولی خب دیگه فیلمت موجوده که تو آخرین نفری هستی که با سارا ملاقات داشتی و انگار یه جورایی دستگیرش کردی، باهاش صحبت کردی، پس فیلمش موجوده، نمیتونی اینو انکار بکنی. ما میدونیم که کوزنس قاتله و مامورا این حدس رو میزنن، ولی هیچ مدرکی ندارن، فقط تحت عنوان همین یه آدم ربایی. تازه اونم مدرک معتبری نیست، 2 تا فیلمه. برای همین هم کوزنس میدونست، هم مامورها میدونستن با این مدارک ناچیزی که دارن نمیتونن کوزنس رو بازداشت نگه دارن. میان یه سری اطلاعات و تحقیقاتشون رو در مورد کوزنس بیشتر میکنن و متوجه میشن که هولوش چند هفته پیش اصلا کوزنس آدمی بوده که به فاحشه‌خونه ها خیلی سر میزده و مثلا هولوش یه هفته 10 روز قبل از این اتفاق انگار با یه فاحشه‌ای که ارتباط داشته، با یه روسفی که ارتباط داشته، پولشو نداده و اون مافیای
های روسپیا کلا چپ شده بودن با کوزنس و دنبال یه دردسر برای کوزنس بودن. حتی این مافیاها جون زن و بچه کوزنس رو هم تهدید کرده بودن. یه چیز خیلی عجیب تری هم تو سال 2015 که فهمیده بودن، تو شهر کنت یه آقایی رو با نیمتنه پایین برهنه داشته به همه نشون میداده، دستگیرش میکنن. به خاطر یه سری سیاست ها و یه سری دلایلی کاملا مشخصه که اسم این طرف رو ثبت نکردن که یه جوری سر ته قضیه رو هم بیارن و ما مطمئنیم که کار کوزنس بوده. اون شخصی که تو اون سال این اتفاق افتاده تو شهر کنت هم بوده، کار کوزنس بوده. همونطور که گفتیم دستگیری 8 مارس 2021 به هیچ جا نمیرسه چون مدرک کامل نبودن و کوزنس آزاد میشه. دقیقاً 7 روز بعد از ناپدید شدن سارا، یعنی توی 10 مارس توی ساعت 4:20 بعد از ظهر توی یه منطقه‌ای چند تا کیسه پیدا میکنن که حاوی بدن انسان به تیکه های بدن انسان بوده و خیلی عجیبتر و جالبتر این که اون منطقه‌ای که جسدها پیدا شده تو فاصله 100 متری یه قطعه زمینی بوده قبلا به نام خانواده اینین ها بوده. این یعنی چی؟ وقتی که نزدیک اونجا بوده یعنی پس کاملا کوزنس با اون منطقه آشنایی کامل داشته. اجساد رو میفرستن کالبد شکافی. همونطور که گفتیم چون سوخته بوده از طریق مثلا دندون و یه سری موارد تونستن دی ان ایش رو تطبیق بدن با سارا و البته از قبل مطمئن بودن که این اجساد مال سارا هست و که دنبالش میگشتن، ولی خب دیگه مطمئن میشن، اثبات میشه که این تیکه هایی که پیدا شده متعلق به ساراست. همونطور که قبلا هم مشخص بود تو کالبد شکافیاش هم بهش تجاوز شده بوده، هم خشونت جنسی داشته، همین که باز خفگی اینا یه چیزایی بوده که تونستن توی کالبد شکافی متوجه بشن. بعد از این که جواب کالبد شکافی میاد دیگه پلیس ها یه مدرک معتبرتری داشتن، قتل سارا، دیگه راحت تر میتونستن وین رو دستگیر بکنن. مجدد میرن دم خونه وین و وین کوزنس رو به عنوان قتل درجه 1 و قتل عمد بازداشت میکنن، چون دیگه هم جسد رو پیدا کرده بودن و مطمئن بودن که کار ساراست و همونطور که گفتیم آخرین نفری که با سارا دیده شده وین بود. اولین دادگاه این قتل توی 8 جون سال 2021 بوده، اما چون یه سری کارهایی رو انجام ندادن، مثلا در رابطه با سلامت روان وین هنوز هیچ گونه مدارکی رو ارائه نداده بودن، از قتل هنوز مبرا بوده، هنوز برای اون قضیه محکوم نشده بوده. یه تایمی میگذره، دادگاه بعدیش توی تاریخ 9 جولای بوده که توی اون تاریخ کوزنس به قتل هم اعتراف میکنه و خیلی عجیبه که وقتی داره اعتراف میکنه این قتل اصلا به صورت رندوم بوده، یعنی اصلا سارا رو نمیشناخته، اما هدف یه قتلی رو داشته. چرا؟ چون میگه من برنامه‌ریزی کردم، ماشین رو رفتم کرایه کردم، از اون بر چسب دو طرفه، یعنی تمام تجهیزاتی که برای قتل یا نفر باشه رو کوزنس آماده کرده، ولی رندوم سارا رو انتخاب کرده. یعنی میشه گفتش که سارا توی بدترین تایم تو بدترین مکان بوده، یعنی هر کسی دیگه میتونسته جای سارا باشه، اما خب متاسفانه شانس سارا، اقبالش، هر چیزی که بوده درگیر میشه با یه آدم مریض روانی مثل وین کوزنس. توی تاریخ 29 سپتامبر سال 2021 به حبس ابد محکوم میشه. وکیلش خیلی سعی میکنه که حکم آزادی مشروط بگیره بعد از 80 سال، اما دادگاه به هیچ عنوان قبول نمیکنه، چون میگه که کوزنس یه جورایی که نه 100% از موقعیتی که داشته سوء استفاده کرده، از مقام پلیسی که داشته سوء استفاده کرده و به هیچ عنوان حق آزادی نداره. یعنی همون حکم حبس ابدی که براش بریدن تماما باید اجرا بشه. اینقدر این آدم پرروه میاد درخواست دوباره چیز میده که آزادی مشروط داشته باشه. دادگاه کلا این رو رد میکنه. اتفاقاتی که بعد از این واقعه میفته اعتراضات خیلی شدید جامعه رو داشته. اینکه همه داشتن از پلیس فاسد شکایت میکردن و حتی رئیس پلیس اون اداره‌ای که مشغول به کار بوده بیانیه صادر میکنه و میگه که ما خودمون خیلی ناراحتیم، احساس میکنیم به ما هم تجاوز شده، ولی خب هی احساس همدردی
دلسردی میکنن، احساس مثلا اینکه بخوان با مردم همسو بشن. ولی خب توی تایم خیلی بدی بوده، چون توی کووید هم بوده، عملا خیلی غیر منطقی بوده کاری که اینها کردن. مردم داشتن اعتراض میکردن، عملا به هیچ جا نمیرسیده، چون عملا همه چی قرنطینه بوده، همه چی روال عادی خودش رو طی نمیکرده. در طی همین دادگاه ها وین به 4 تا جرم دیگه که توی سال همون 2021 مرتکب شده بوده محکوم میشه. اسم این جرایم یه اصطلاحی داره به اسم indecent exposure. حالا این indecent exposure یعنی چی؟ یعنی اینکه نشون دادن آلت تناسلی توی مکانهای عمومی که اینا خودش حکم جداگانه خودش رو داره. توی حالا قوانین انگلیس اینو تحت عنوان جرایم جنسی میشناسن. چند ماه بعد از این قضیه توی فوریه سال 2023 باز به 3 تا مورد از همین جرایم جنسی کوزنس محکوم میشه که دقیقاً تاریخاش هم که بخوایم بگیم توی سال 2020 و 2021 این اتفاق افتاده و بلافاصله به پروندهش اینها رو اضافه میکنن. در نهایت همونطور که متوجه شدین به هیچ عنوان وین از زندان بیرون نمیاد اگر خدا بخواد. امیدوارم که به سزای اعمالش برسه و یه درس عبرتی بشه برای سایرین منظورم همین پلیس های فاسده که بابا نکنید. واقعا من نمیدونم این چه مرضیه. الان مثلا رندوم تو یه نفر تو خیابون بخوای بگیری، خفه کنی، تجاوز کنی، چه لذتی برات داره. البته خب دیگه اینا همه مشکلات شخصیتی، یعنی بخوان ریشه یابی بکنن یه داستان خودش مفصل هستش. مرسی که تا اینجا همراه من بودین. اگر نقطه نظر شما هم خیلی دوست دارم بدونم در رابطه با این پرونده، حتما برام کامنت کنین و خیلی خوشحال میشم که نظرتون رو چه در رابطه با پرونده و چه در رابطه با پرونده هایی که دوست دارید بشنوید رو با ما در میون بذارین. خیلی دوستتون داریم. تا یه پرونده دیگه، خداحافظ.